با سلام و عرض ادب خدمت تمام دوستان عزیزان. امروز با یه ویدیو جدید در خدمتتون هستیم. همونطور که از تایتل مشخصه قیمت‌گذاری همستر کمبت شروع شد. خیلی خوش اومدیم به کانال ایردراپیفای. امروز هم طبق اون قولی که بهتون دادیم گفتیم به محض اینکه لیست شدن شروع بشه و به صورت پیش فروش شروع شده، گفتم یه قیمت بگم بهتون و بهتون بگم جریانش چیه. ولی متاسفانه اون قیمتی که داره شدیداً میریزه، یعنی اون قیمتی که ما داریم میبینیم شدیداً در حال ریزش هست و داره میریزه. ببینید الان دیگه رسما کم کم داره صفر میشه این همستر کمبت و هم رفرشی که ما میزنیم این یک صرف کم میکنه، ولی حالا مشخص نیست تا اون روز و تا اون لحظه ببینیم جریان چی میشه و به چه صورتی. اصل زمانی که خود توکن عرضه بشه، این به صورت پیش فروش و پری مارکت هست. باید منتظر باشیم بگم در روزی که خود توکن منتشر میشه جریان چیه. ولی تا الان این قیمت رو که ما دیدیم و ما ازش دیدیم، فکر نکنم این قیمت باشه و شاید بالاتر یا پایین ترش زمانی که خود توکن عرضه بشه مشخص میشه. ولی واقعا انتظارات از همستر یه عددی بالاتر اینا بود، ولی الان جوری که داریم میبینیم last price tradeش اینه، یعنی در حال حاضر با این قیمت بین کاربرا داره ترید میشه، خرید و فروش میشه. و حالا گفتم بهتون من که خودم انتظار نداشتم به هیچ وجه، ولی خب حالا باید ببینیم در آینده چی میشه و طی این چند روزی که حالا خبرهای متفاوت که ازش بیاد بدون شک رو قیمت تاثیر میذاره. ولی اون چیزی که ما امروز دیدیم و فعلا به صورت پری مارکت هست این قیمته. تازه داره در حال کم کردن صرف، ببخشید، داره از صرفاش کم میشه تا ببینیم به چه صورتی هست. هر خبری که بیاد، هر چیزی بیاد در داخل کانال بهتون میگم و براتون خبرشو میذارم، با امید اینکه این قیمت فقط یک کابوس باشه و این قیمت واقعی نباشه. چون حالا اگه بخوام خود توکن رو هم بدن با همون قیمت خیلی خوبه. آره 1 میلیون رو بدن با این قیمت، مثلا هر کی 100 میلیون داره با همون قیمت بدن، آره این قیمت خوبه. ولی اگه غیر از این باشه یکم سخته و یکم درآمدش خیلی کمه. حالا در روزهای آینده حتما خبر میدیم بهتون، اطلاع رسانی میکنیم بهتون. دمتون گرم که ویدیو رو دیدید. ساب و لایک و کامنت فراموش نشه. دمتون گرم.